اگر روزی قرار باشد، اگر این جمله ما حالا میخوام بگم، اگر روزی قرار باشد که بین، متاسفانه اتفاق هم افتاده آقای مالک خدا بخشه، اینا یه مقدار قلیلی نیرو دارن، کشورهای به اصطلاح غربی هم، اینا که نگران حقوق بشر در ایران نیستن، اینا دنبال تفنگچی و ابزار آدمکشی هستن. هم کموله داره، هم حزب دموکرات کردستان. حالا بزرگترین خطر، امروز اتفاقا صحبت میکردم با دکتر کوروش عرفانی، میگفت بزرگترین خطر در اونجاست که این دوتا نیرو با مجاهدین کنار بیان. در نتیجه ما 7-8 هزار نفر نیروی مسلح خواهیم داشت که برای غرب کافیه برای شروع تجزیه ایران. خوب توجه کنید بازی تا چه حد جدی است. اگر قرار باشد کار به اینجا بخواد بکشه و کشور ما تجزیه بشه، من نماینده هیچ کس نیستم ولی نماینده خودم هستم، معلومم نیست به عمر طبیعیم چقدر باشه، ولی هرچی هست در خدمت کشورمه. قاعدتاً من زندگی کردن تحت لوای رژیم ضد بشر، ضد حقوق انسانی سفاک فناتیک 14 قرن عقب ایران رو ترجیح میدم به تجزیه کشورم. شک نداشته باشید. حتی برای آقای خامنه‌ای نامه می‌نویسم، آقا استغفار میکنم از همه چیزهایی که تمامیت ارضی من رو، اصلا کشور من رو ممکنه به خطر بندازه. تمامیت ارضی ایران حفظش وظیفه همه ما ایرانی هایی است که وابسته نیستیم، سرمون تو آخر کشورهای غربی نیست، سودای رئیس جمهور شدن در 50 کشور مختلف رو نداریم و کشور خودمون رو میخوایم. رژیم جمهوری اسلامی دیر یا زود مستحیل میشه، حتی اگر فرو نریزه. میبینید جامعه مقاوم زنده امروز ایران رو نتونست از پسش بر بیاد، اما تمامیت ارضی ما تحت لوای قلابی حقوق ملت کرد یا آذربایجان یا بلوچستان، بفرمایید یزد و کرمان و سمنان، نباید مورد تعرض قرار بگیره. و هر ایرانی با غیرت در مقابل چنین توطئه‌ای که عوامل اجرایش حزب دموکرات ایران، کردستان ایران و حزب کموله هست و هر فرقه دیگری که سرش تو آخر غرب هست، باید بیسته. من میدونم قیمت سنگینی رو بابت این حرف بپردازم، اما یادتون باشه در سال بعد از 30 خرداد سال 1360 باید اعدام میشدم. 31 سال زیادی زندم، بنابراین مسئله ای نداره.